جان یعنی بالاشی بیای شما رو میرسونم. دختر عمه، دختر خاله، قد بالا و دل مشه. خوشگله خوشگله بیا تو رو میرسونم. بگم دختر عمه، دختر خاله، ای فازی پا شما نکرده. بگم ای فازی پا شما نکرده، پا شما نماین به روز زمین راره. بیاین بشینی شما رو میرسونم با موتر. پیاده نرین، خوشگله خوشتیپ. تو سه گفتم 10 دفعه 100 دفعه به میزنه که گفتم که همی به اصراف این برق خورکم کمتر کنیم. آلی میتره ودشتم بردم، آلی میتره بدادم. ای هم که گردن ما بند باشه موبایل ما برسنی مثل 300 تا میچل. الان ده که تو مرد کول برق تحویل کن. وای وای چیغ زلمه بدویدم. خدا هدف از این مردم آدم به خدا چیکار بکنه؟ آدم از ترس از سرام بیرون شدن نتونه. به شهر بازار کوچه جای آدم رفتن نتونه. چرا چی گپه؟ امی گیلک بچه همسایه که میشناسی نه؟ خاک برنگ ازشه به خدا شش تا آدمیه، ایشه چیزیه. از این سرام بیرون شد. خدا هم موتق غروازه کچه به قیمتی نیه. سر چی میگه؟ دختر عمه، دختر خاله. بیایم که به موتق بالا شد. کجا میره که شما برسونم؟ چه کار فلان هر نمیته. تو چی گفتی برای او؟ هیچی نگفتم که خود انداختم بیاد. او روزا همیته. هیچی به خدا خیال کشکوری خورم نبودم مثلا. اصلا هیچی نگفتم همیته کلم انداخته بیام. این نفهمیده که ما همسایه میمه شرم یا این نداره؟ نه شرم یا گمگه میدیشتک آدم به مزاحمت حال چیز حال به کجاه؟ حال به کجاه؟ من چی میفهمم تا متقرازه خونم بیرون دیگه. سرکوچه؟ خودی هم متقرازه چی میگه؟ خوشگله، خوشتی، مچم دختر خاله، دختر عمه، بیا بشی حیف خدماتو نکده که تو را بری پیاده بری، بیا موتر بالاش تو کجا میری که تو برسونم؟ نمیته. خدا به دل خود گفتم خاک به سر تو خودم گپ زدم تو که نمیفهمی چه کار بکنی. تو صبر کنه. انانه من بزو خوشگل و خوشتی په یاد میدم که چیه. بفهمیدی؟ بعد جناب زی بگی به پیاری بگو یا به خود بود. اون راجع تو میتونی همیشه بزن کناتم جا خبر نخیزه. خاک به رنگ ازیشه. چه کار بکنه مردم به خدا دست از اینا در ازم سرام بیرون شدن نتونی تو به قرآن. بابا جان تو آدم کته کلون تو شرم یا نداری تو از خود زن داری بچه داری تو زن بچه هم داری تو بازم بوس بوس میزنی به دست زنکا مردم برای دخترا مردم هیچ حال روزا به سر شما خاک به رنگ شما شه نی شرم دارم نی حیا تو کفر ایدو برو یا تو کار دارم یا تشو تو کار دارم نگم تو خجالت نمیکشی چی؟ آخه مرگ چی؟ همین موتر که بدرد تو میاد چرا به دختران مردم مطلق میگی؟ به کی مطلق گفتم؟ به کی گفتی؟ پیار به زن رمضان به زن رمضان چی گفتم؟ من کی به زن رمضان؟ به زن رمضان نگفته بودی بیا بالاش که تو برسانه این کار خوبیه آخه او به جا خوار مادر آدمه به جام پیار مادر منه نه
حول ولا. پس تو دروغ میگه که بیا آمده پیش پیان آمده. کی اومده پیش میان؟ رمضان آمده. به شکایت که این بچه سمشه تو کارا میگه دیگه مطمئن به دست نده. نه نگفتی میگه گپه. نه اصلا نه گپ دیگه. تو خود این مطمئن به کجا بودی از سودم؟ خود چکر خب چکر به کجا؟ انی ایتا مثلا خب انی اوته خب همین کارم بکردی دروغ نگوی هیچ وقت. خب برفته بینیم ایتا برفتم خب اوته طرفتی پیار بریز سفید خب گندم چیز کنه تو ای برابر میگردی. بابا بگفتن که مطالعه میخوره که توی برابر میگردی. بابا بگفتن که امروز روز جمعه با کجا میریم گندم سر کنه. اگر توی مطالعه سوار شدنی برو بده برو دیگه سلام دیگه توی مطالعه سوار شدی میگه من چی نه که میزنی موتره. بگو اگه پیگاه تو سیاه میکنه آنه به تو گفتم. علیکم وعلیکم السلام دیگه خیر جان جان خیر خیریت دیاری شکر زنده باشی شمونده شد ماما بله امی بچی شما گیله اوه با موتر سوار میشه قراری که ده برفته به چلو مدر مبری و جفن گفته ما چون بیا بالاشو خوشگله فلان و فلان ادیگه پا این شرم و حیانو داره ماما کی گفته بده پا گیله با موتر نه خیر گیلک موتر نه برده از تو به سرای مدر مبیم از غرقله کرده به خونه گفت ما دست همی قومی روزی هم نداره چی گفتی بده؟ شرم و حیا گیلک نداره بری گفته بیا به موتر فضای بالاشو مچون خوشگله مچون مقبوله حیف تو را کرده راری خب همین گپا زدی بده آه. نه زده باشه کوکو ماما جیگر مدر می بیامد غرغله کرده به پیار ما بگو پیار من خود بیرو انداخت که بیا پیدا کنه باش که گیلک پیدا کنه اگه رودای به در نکدنه ما که از صبح تا حالا به سر سرکنی بودم حالا خنک شد من برم به خونه برم یعنی همین گپا خوبیت داره یعنی می گپ بگو بگفته باشه من برم به خونه به خود گپ میزنم اول که شاید نگفته باشه